نحوه بستن مانومتر اکسیژن. مانومتر اکسیژن برای اتصال به کپسول مورد استفاده قرار میگیره. خب پکش رو باز کنیم. ببینید سوند نازال داره، یک گیج فشار شکن داره، فلومتر، این فلومتر گیج فشار، این مشخص میکنه که چقدر کپسول پر یا خالی هست و این هم مخزن آب مقطر. ببینید مخزن رو که باز کردیم تا این مقدار میتونید آب مقطر بریزید. بعد محکم میکنید اینو. این کجا قرار میگیره؟ این زیر این قسمت با دست، نیاز به خیلی محکم میکنید. این قسمت هم ببینید واشر داره. این قسمت هم روی کپسول سوار میشه. از اینکه وصل به کپسول کردی از طریق این پیچ میتونید میزان اکسیژن خروجی رو کنترل کنید.